رضیت بالله ربا. با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله ما رو یه قشر خاصی بود چه کار میکردیم؟ دنباله سید الاستغفار، لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منی، بعد میگه لا اله الا انت، بعد میگه خلقتنی. سبحان الله.